میرزا مراد کارمند شبکه‌های برقی در شهر سربند پرداخت‌های 3351 مشتری را نظارت می‌برد. یک اپرات میشنم اینجا اصلا که دارم که یک آدم میتونه همین 3360 مشتری را ای وقت تامین کنه. 5 سال پیش در سربند لایحه تجربوی پرداخت‌های الکترونی برق عملی شد که به قول مسئولین در اول مشکل‌های خود را داشت، بعداً مردم آهسته آهسته به آن عادت کردند. در حالتی که آموختن پورا فایده و منفعتش که دیدن، حاضر همه یعنی آموخته شدگی سری وقت به یگان قرض اومده میسپرن. در نظام جدید در حسابکنک‌های مشتری چیپ‌ها وصل شدند که به صورت آنلاین حجم استفاده برق را به مرکز یگانه انتقال می‌دهد. با تمام شدن پول صورت حساب برق نیز قطع می‌گردد. زورا مثال با زوری و با جنگ و جنجال حق استفاده برق رو می‌گیریم، این سولو خیلی نیست. این حسابکنک‌های کورتی خود به خود هر یک مشتری کم مصرف استفاده برده، حالتی که همون کیلوواتش تمام شد اومده خودش سری وقت میگذرونن. پرداخت پول برق سال هاست که مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. حالا قرض اهالی در نزد این شرکت 776 میلیون سامانی است. هدف نظام نو کاهش قرض هاست و تنظیم پرداخت پول نیروی برق است. ممکن از دهات قرض هست و از حدود شهر که حسابکنک‌های کورتی نصب شده این قرض عموما موجود ندارد. ساکنان بر رادیو آزادی گفتند که در آغاز به نظام نو با شبهه می‌نگریستند. ماه‌های میشد که معاش ما دیر میشود و این هم میتواند ما چند روز بخوای برق مونیم. این جهت مثلا منفیش هم هست در همین است که چند روز بخوای برق موندن در این شب و روز فکر میکنم خوبی ندارد. خبر نمیفهمیدیم هم می‌گفتیم زندگی ستاره ماه دولت و اویلش به بودن برق سخت وابسته است. پخت و پز و گرم و سردی منزلش در فصلهای گرما و سرما از برق است. او میگوید پرداخت‌های الکترونی بودجه آنها را به تنظیم درآورد و اکنون آنها بر طبق امکانات خود نیازمندی‌های خود را قانع می‌سازند. همین به سوال مثال نمیمونیم، قرضدار نمیشویم. چند قیختم بسپرم بچم 60 سون 70 سون. برای صعبگل صوفیه و یک زنی بازنشسته که به تجارت مشغول است، جاری شدن پرداخت‌های الکترونی معنی خلاص شدن از ناظران دغل است که گاه و بیگاه در آنها را می‌کوفتند. دیگه دای در نمیاد که پول قرض دارن. تقی نفق میبریم نور ندارم دمزگار میکرد داون. هر یک ساکنی سربند در یک ماه برای نیروی برق از 60 تا 70 سامانی صرف می‌کند. برق تاجیک در شهر سربند 8034 مشتری دارد. از آن زیاده از 4600 نفر هنوز به شیوه قدیم پول برق را می‌پردازند. مسئولین این اداره بر اینند که به پرداخت‌های الکترونی گذراندن آنها درآمد شرکت را افزوده تلفات برق را در شهر کاهش می‌دهد. حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی دستور داده است که تا آخر سال برق تاجیک به پرداخت‌های الکترونی گذرد. در شهر سربند امید دارند که بعد این دستور دستگیری مالی می‌یابد و پورا به پرداخت‌های الکترونی می‌گذارد.